مردم رو ضبط میکنن به خود همین مردم دو صدا میندازن. خجالت بکشین. اونم با چی؟ با چه؟ اینم این چه که به لعنت خدا نمیارزه. شرف داریم شما، چرا آدم میشنونی؟ وقت بخواد چون جاویدیان هسته مثل که بابا اینا پاش میدی؟ برم کمک تو که دروغو بیارم چی بارو؟ آره بینم مردی که عوضی شد بکن کسی برم بابا کشته گندشو در آورده خوب شد گند زدی تو حساب ما مردی که نیشون چوب میندازی دست رو بزرگتر از خودت دراز میکنی خیر سر نشنیدین چی باره بابامون خونه بادم کرد؟ چیه؟ میخوای منم بزنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ زدی مردم رو لطو پار کردی؟ از صبح تا حالا اومده تو پاساژ هرچی دلش خواست باره ما کرد. این بهادری بددهنه. زدی لطو پار کردی لند و هور. بگم بابات بیاد اینجا حقته بذاره کف دستت؟ شانس آوردی همون بساطت کرد. جدید دفتر داداشی تو داری؟ والا ندارم. بگو ببینم مشکلت چی؟ حاجی بعد نیاده من خودم ختم این جلسه های مشکل گشایی هم. دیگه مدت هاست این عدا اصولای مذهبی بازی رو دوره کردیم. اونایی که برادر نبوده هم وقتی حوث ریش سفیدیشون گل میکرد آخرش میگفتن چی؟ سلام بفرست داداش، چون سفره خودشون جمع میشد. تو که دیگه نون نمک خورده اون برادر نمک به حرومی. باش دستت درد نکنه. حالا بگو ببینم تو که آدرس جدید دفترشو نداشتی مثلا پیش کی رفتی؟ همین حاج آقا محلوجی چینی فروش تیمچه خودمون. چه جوری تونسته ظرف یه سال 1 کیلو ساعت کنه؟ بازم میخوای بگم؟ خجالت بکش. من حاضرم پشت حاج کاظم نماز بخونم. پس اگه نخوام بهت بگم دستت با دعاش توی کاسه است، باز بهت بگم از اون پس نمازایی هستی که نمیدونی به کی اقتدا کنی. ببین بلند میشم یه لقدم من بهت میزنم هر نسبتی به همه میدی. اون وقت میخوای کسی بهت نگه خودت به جایی نرسیدی افتادی به دبه کردن؟ اصلا ببخشین فضولی میکنم، ولی اگه واقعا حقخوری در کار بوده شما جای اینکه دوره بیافتین چرا نرفتین قانونا شکایت کنین؟ سرکار علیه بفرمایید میرفتم به قانون جناب عالی میگفتم چی؟ که زمانی که آقای جاویدیان 6 ماه کار ساخت و ساز اینجا رو خوابونده بود و انداخته بود گردن شهرداری تا کلی هم مغازه دارا خسته بشن مغازه هاشون زیر قیمت، اونم با چک مدتدار به آقا بفروشن. دروغ میگه مرد که بیشرف که سنار نداره تا پول شهرداری رو بده. فرضم که میتونستم ثابت کنم همون موقع تو حساب داماد نامردش 890 میلیون 750 هزار تومان پول خوابیده بود. اما این قانون شخماتیکی شما هیچ وقت میگه حساب خالی خودش چه ربطی به حساب دامادش داره؟ فکر کردی برای چی مردی که ماسمن رفته برای دخترش داماد وکیل گرفته که به وقتش این سوراخ‌ها رو نشونش بده؟ بهادری تو از کجا اینقدر دقیق حسابم چین پولی رو داری؟ آسد خلیل من دردم که افتاد راهو میگیرم میرم. فقط تو اگه مسلمون نماز شبخون خدایی یا هنوز به فکر نیفتادی که پیشونی تو با ته استکان داغ شده پینه بدی، لااقل آدرس اون خونه برادر جاروکش جهنمی پوشتو به خود من بده. من خودم میرم به جات با برادرم صحبت میکنم. من مطمئنم که اون نمیدونه تو مغبون شدی. این موضوع هر چقدر که به تو مربوط میشه به منم مربوط میشه. فقط به من بگو ببینم غیر از تو کسی دیگه هم مغبون و منصرف شده یا نه؟ باشم کسی به من چیزی نگفته. چرا پا شدی؟ آخه آب من با ریاکارایی مثل تو توی جوب برا نیست. ده میره یا نمیره بمون خونه تا خبرت کنم. راه نیافتی باز کار دست خودت بدی. شده به برادرم هم چاپ بشه ازش میخوام که مغازت بس بده. شنیدی چی گفتم؟ نگران زنجیرهای دستتون نباشینا، این یکم به آقا داداشتون مربوط میشه. دیگه مطمئن نیستم خودی که تو خواب دیدم تعبیرش برادرم نباشه. دینا خانم شهرمنده گل روتون، من بابت شهر امروز یه عذرخواهی بهتون بدهکارم. میخواستم راجبش بهتون توضیح بدم. به من ربطی نداره آقا شاهین، میبخشید دستم سنگینه.
اسمش منوچهر حشمتیانه. یاد نره حشمتیان. وقتی میاد اینجا باید همه چیز مرتب و منظم باشه. آقای جاویدیان به غیر از جلب نظرشون هیچ چیز براش اهمیت نداره، حتی من که دومادشم. آقای دکتر، بله. آقای خلیل صحاف نمیدونم چی الو سلام علیکم آقای صاحب زاده، سفیری هستن. قربان شما، سلام دارن خدمتتون. شرمنده حاج آقا، ای وای ای وای. حاج آقا امروز جلسه مهمی دارن. آقا رامین هم که رفتن دنبال کار شخصیشون. عرض کردم کار شخصی دارم با ایشون. میخوام ایشونو به طور خصوصی ببینم. خب حتما موضوع مهمیه. ملاقات حضوری که اصلا حرفشو نزنی. آخه من کارای ملاقاتشون و اینا رو من ترتیبشون میدم، دست منه، تنظیمش با منه. تا 20 روز آینده هم وقتشون پره. بله شما اگه کار شخصی دارید به بنده بفرمایید امرتون رو، من حتما ترتیب ملاقاتتون رو با ایشون میدم. آقا من صحبتی دارم که نمیخوام جلو اهل منزلشون بگم. ممکنه لطف کنید موبایلشون رو به من بدین؟ اونطور که پیدا شما کار شخصی ندارید، یعنی در واقع اونقدر هم که میفرمایید شخصی نیست. به هر حال آقا جون، آیه جاویدیان این روزا وقتشون گرفته است. در ضمن به من و آقازاداشون تاکید کردن که شماره موبایلشون رو که دست کسی ندید، از اطوری که جای خود دارید. شما لطف دارید، مصدق اوقات نمیشه. باشه برای بعد. خداحافظ. چی داری میگی؟ صحافی؟ آخه اون دیگه مگه زور این کارا رو داره؟ چه میدونم دیگه، تو ذوقش نخواستم بزنم. ببینم اکرم فقط این وسایلش و میزش و اینا پایینه؟ تو رو خدا ول کن دینا جون. ریختم تو زیر زمین، کلی هم کرسی و خرت پرت روشه. خواستم مثلا یه چرت بخوابم امروز. بیا. کجا؟ بیا. اقلا میذاشی محمود از خواب بیدارش کنم. بفرما. روزتم با گرد و خاک باطل کردی و رفت. علی. همین چرا خوبه؟ خدا قلنجم گرفت. ای بابا اکرم. خیلی خوب بابا. به شوهرت میگم خیلی زحمت کشیدی. اگه نمیشناختمت فکر میکردم از فامیل شوهرگیریته که داری این حرفا رو میزنی. راستی تو رفتی بابا بزرگت پاساژ، شوهرتو ندیدی؟ چرا؟ چه دیدنی؟ به قول بابا بزرگ کاش به جای پیدا کردن بهونه از خدا یه چیز دیگه میخواستم. اکرم، من دارم میرم سر کار رو با خودم. دینا خوابیده. از کی تو لباس سر کار رفتن هوار میکنی تو؟ چه خبره از عروسی؟ تموم شد و رفت. این که همین جوریشم چشم دیدنشو نداشت. اونم گرفته تو پاساژ یه کسی رو جلو چشم این گرفته زیر مشت و لغت. خاک بر سر هرچی خره. حالا خوبه رفتیم گوشی رو دادیم دستش. به من گفتی خر؟ نه برو بگی بخواب. خیلی خوب. وا خب برو در وا کن. سلام. سلام علیکم. یه وقت زیر پر بار ما رو نگیری یا ممکنه خدا قهرش بگیره. سلام. من و دینا بالاخره به هر جون کندنی بود بساط صحافی تو واسط رو به راه کردیم. خدا خیرت بده شب ما رمزونی مادر، به جون دختر دم بختم 4 تا بچه بی بابا و یه شوهر علیل دارم. لا اله الا الله. تو غلط کردی رفتی شوهر علیل واسه خودت گرفتی. را بیا
بابا بزرگ چرا این گدا آهنی یه پا از من 2 پای جوندار مستحق‌تره؟ ولی جون دینا از کجا فهمیدی؟ عطر گل یاس دارم. رسیدیم خونه با 200 تومن به من بدیم. ولی بابا بزرگ اومدیم و شوخی این برادر گرامیتون رو تونستی زیارت کنی. بعد این قوله که بهاداری دادین چی میشه؟ میوشدم 200 تومن یعنی اینقدر ارزش داره که اینجوری حرف عوض میکنی؟ برای دانشجوی کرمانی چه جورم؟ من جویای احوال شما و مادرتون هستم. کوچولوها خوبن که الحمدلله. اکرم خانومم بله خدا رو شکر خوبن. سلام برسون. سلام خدمت شما میرسونم. حضورتون عرض کنم حقیقتش مزاحم شدم که با بابات صحبت کنم. اگه خونه است لطف کن گوشی رو بهش بده. اومدنشون حساب کتاب نداره عمو جون. گاهی از شبا با شریکای کاریشون دوره دارن که معمولا دستگاهشون هم خاموش میکنن. کار شخصی یعنی چی؟ شرکتی که نیست. چطور؟ پس به شما گفتن که کارهای شرکت رو جواب ندیم. با بزرگ بگیم گوشیو بده به رامین، با خود رامین حرف بزن. پس بهتره که برای شما و رامین من گرفتاری درست نکنم. حالا که مزاحمتون شدم اگه ممکنه گوشی رو بدین مادرتون صحبت کنه. نه خیر به شرکت مربوط نمیشه. سوالی رو از من کرده بودن میخواستم جوابش رو خدمتشون بگم. اوه چه سینجیمی میکنن آدمو. حالا خوب فامیلن. غیبت نکن این 1000 بار. شما باعث میشی آدم غیبت کنه. چرا راستشو میگی بابا بزرگ؟ بگو مال مغازه خودمه نه بهاداری. دیدی که مجبور شدم راستشو نگم. مامان بله شما چیزی ازمون پرسیدین که قرار شده بعدن جوابتون رو بده؟ چطور مگه؟ چیزی پرسیدین؟ به زور شاهین دینا رو تلفنی ازش خواستگاری کردم. حالا چی شده مگه؟ گفتم اما اهل دروغ گفتن نیست. مامان میخوای بابا خون بپا کنه؟ چی داری میگی؟ برای جواب رد شنیدن تلفن زد. عموته؟ حالا هی بشین اینجا و یواشکی دست گل خودتو بدوز. بستم. سلام حاج آقا. نماز روزهاتون قبول. با زحمات ما. چه طاعتی حاج آقا. من که دیگه برام فقط یه نماز نشسته یه بی اجر و ثواب باقی مونده. ایشالله خدا ثوابش منظور میکنه. حقیقتش اینه که خانم من میخواستم جواب خودم و نبم و خدمتتون بگم. ضمن که میخواستم از شما استدعا کنم یه جوری پادرمیونی کنیم بدون اینکه کسی بفهمه یه قرار ملاقاتی من با آقا داداش توی شرکتش به طور خصوصی داشته باشم. البته موضوع دوم هیچ ربطی به ماجرای آقا شاهین نداره. نه راحت باشین. چی میگه؟ خواهش میکنم. البته هر جور که خودتون و دینا جون صلاح میدونید. فقط منم میتونم دلیلشو بدونم که به شاهین البته فقط امیدوارم خدای نکرده پسرم اظهار ادبی نسبت به شما یا دینا جون نکرده باشه. یه دقیقه گوشی خدمتتون. به جای گوش نشستن پاشو برو شاهین رو صدا کن بیاد باش کار دارم. شاهین تو ساناز این چی؟ برو دنبالش کارش دارم. پاشو. یه باره که بگین نه یا اینجا بشین. شما که سونا تشریف داشتین. سونای آب یخ اون خراب شده که همیشه خرابه. تشریف ببرین تو مامان باهاتون کار داره. شاد اومده دزدکی. خبرش هم به جنابالی رسیده؟ نه ترسو این خونه هنوز کسی مفت و مسلم به کسی نمیگه. پنهون داره چیکار میکنه؟ داره با تلفن با عمو صحبت میکنه. اینجا بیا چی بهش میگه؟ آخه بدبخت اون دختری چادر چاقچولی هم قد و قواره توئه. چیه؟ راستی فکر کرده اما بهت جواب بله میده؟
پشت سر ناموس من درست صحبت کن. خوبه برم عکسای 10 سال پیش حضرت معصومت رو بیارم با این هوا ابروی دل سیری با شوهر بچه‌ات بشینیمش بخندیم. آره تو هم حالا یه 10 سال برو قاز بچرون تا دینام عین من شه، میمون از خود راضی. بی تربیت. بله باشه، شما هم سلام برسونید. خدا حافظ. چی شد؟ خودتون دوختین و باریدین ها؟ مطمئنی خودمون دوختیم و بریدیم؟ اول بگو ببینم چه دستگلی به آب دادی شاهین؟ پس جواب منفیه. پس میخواستی مثبت باشه وقتی برگشته بهم میگه دلیلشو خود آقا شاهین بهتر میدونه؟ نکنه باز تکون تکون خوردی و رفتی نقل و نبات تحویل دختره دادی؟ ماما خیال نکن من نمیدونم تو اون عموی لبه گوری دست به یکی کردین که منو به نفع یکی دیگه بکنیم بیرون ها. معلوم نیست چی غلطی کردی میندازی گردن دیگران. باشه فقط بدونی من مونده تا کوتا بیام. مامان شامتون آماده است، بیارم بالا یا میام پایین؟ حوصله دیدن خمیازه های شوهرتو سر میز ندارم. رامین کجاست؟ داره با اون یکی خط حرف میزن. اون که نیم ساعت پیش داشت با تلفن حرف میزد. بابا الان کجاست؟ کدوم اتاق؟ چند نفرن دارن چیکار میکنن؟ کاش با تلفن زدن به پلیس و 4 تا شلاق خوردن آدمای اونجا مشکل حل میشد. رامی یه دقیقه گوشی. باز بابا شب و بیرون موند و تو رفتی چپیدی تو اتاقه؟ به من باید قطع کنم تا کسی بو نورده جاسوسی کیو میکنن. فقط گوش به زنگ باشه که 2 ساعت دیگه دوباره تلفن میزنم که باز ازت خبر بگیرم. بچه مهندس گفتم تا پایان ماه رمضان دندون رو جگر بذار من دفتر را بندازم، اون وقت چشم شما میای تو کارگام کار میکنی. اونم چشم، فردا میام پول بدم شما خرج تریاکی ایشون کن. باشه 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 خداحافظ. دیگه چیه؟ مامان چرا شما دیگه زنگ میزنین؟ همون مهندس شاروخی بودش که وسطای کار پاساژ بابا دعواش شد زدن تو تیپ و تاپ هم دیگه. بچهش شنیده از بابا که من دارم شرکت تبلیغاتی میزنم، دم به دقیقه زنگ میزنه که چون علاقه‌منده به این کارا یه کاری براش جور کنم تو کارگاه. رامین من تو این خونه فقط امیدم به توئه که بهم دروغ نگی. بعد از شام یه دقیقه بیا اینجا، میخوام یه کاری برای عمود بکنی. زنگ زد، جواب نه دینا به شاهینم داد. به این زودی؟ چیکار داره عمو بکنم؟ مامان جون قربونت برم. آخه شما که نمیدونی عمو چیکار داره، برای چی قول میدی؟ چشم، حالا بیام شام بخورم بعد با هم صحبت میکنم. باشه چشم، قربونت برم. یه مش خوشخیال افتادن دور بر ما. مجمع البیان. با بزرگ این شکلی بیدل و دماغ بخواین کار کنیم تا یه هفته طول میکشه ها. سلام عمو. سلام دینا خانم. سلام علیکم. خوب هستی؟ حالتون خوبه دینا خانم؟ خیلی ممنون از احوال پرسی شما. من دورا دور جوی احوالتون هستم از عمو. چطوری عمو؟ گفتم دیگه رفتی این برام پیدا نمیشه. نه من دارم شهرداری اینجا دنبال مجوز کارم. گفتم هم یه سری به شما بزنم هم پیغام بابا رو بهتون بدم. دیگه بشین فعلا. نه اون مزاحم نمیشم، بعد برم به کارام برسم. بفرمایید چای نمیدیم بهتون نمکگیر. من مدت هاست که نمکگیرمو هستم. خب دانشگاه چطور بود؟ کرمان که سلام داره خدمتتون. دانشگاه هم دیگه ایشالله اگه خدا بخواد نفسای آخرشه. خدا رو شکر. رامین این پشت سرت یه چیزی گفته. چی گفتی؟ بهت گفته اهل القیافه، ازش راضی باش. بابا بزرگ مرد با حرفش. آقا رامین به خدا من منظور اونجوری نداشتم. منظور اونجوری چه صیغه‌ایه؟
حالا نمیخواد سرخ و سفید شین دینا خانم. تنها شما نیستین که پشت سرم این حرفو میزنی. خدا رو شکر حداقل تهمت نزدم. بیا حالا از بنده خدا حلالیتم بخوام. خب آقا رامین، اگر دیگه حلالم کردین سریعتر بگیم باباتون چه پیغامی داده تا من بدونم اون معصیت خبرچینی. چشم. عمو جون، بابا گفت اگه میخواین درباره این مغازه صحبت کنین شب شام بیاین خونه ما که هم بچه‌ها شما رو ببینن هم شما حرفتون رو بزنین. نه عمو جون، من به مادرتم گفتم نمیخوام پیش اهل خونه صحبتشو بکنم. صحبت مغازه است، اونم نه مغازه خودم. پس مغازه کی؟ نکنه حاج کاشانی؟ رامین جون، خدا گواهه اولش انقدر مصر نبودم که حتما باباتو ببینم، ولی به تو میگم این چه ماجراییه که من میخوام 2 دقیقه برادرم ببینم باید به 10 نفر جواب بدم و پرسشنامه تلفنی پر کنم. دلگیر نشینم. موضوع پرسشنامه تلفنی نیست. مسئله اینه که از قول من به بابات بگو فردا صبح زود من یه توک پا میخوام برم محل کارش. من کاری ندارم مشغله داره یا نداره. بهش بگو اگه کارم داشته باشه میشنم پشت اتاقش تا سرش خلوت بشه. آخه عمو جون من که نمیدونم فردا بابا چشم. بهشون میگم شما میخواین تو شرکت ببینیشون. فردام تلفنی بهتون خبرشو میدم. خوبه؟ نشد. اون چیزی که من بهت دارم میگم به بابات میگم. تلفنم نمیزنی. من اینکه خود بابات برداره بگه که نمیشه بیاد. من میخوام بدونم این جلیلی که فکر میکنه برای دیدنش باید عریضه بنویسم و وقت بگیرم یا دیگرم. ولی تو اینو بهش نکن. چشم. حتما. بشین سر جات. هیچ حرفی واسه گفتن ندارم. میبینم یه مدتی بعد جوری افتادی به سرکشی و موسموس کردن مردم. اما یه کاری نداشت براش انجام بدی؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. تو که درگیر دفتر تبلیغاتیت بودی و وقت سرخاروندن نداشتی. چی شد یه دفعه فری تایم پیدا کردی این ورا پیدا شد؟ بابا رابین هود دیده بودیم رامین هود ندیده بودیم. آجی پا تا گیلمو بکش بیرون. کدوم گیلیم؟ همون گیلیمی که اگه امروز مال من نباشه فردا مال منه. برادریمون سر جاش آقا رامین. پا تا گیلمو نکشی بیرون بعد جوری کلامو میره تو هم. حالا خود دانی. تموم شد؟ بله. شاهین جان پا تو از گلیم این پیرمرد نباش بکش کنار. دینا تیکه تو نیست که من خودم بکشم کنار رو بذارم هر روم 4 روز خوش گذرونت بشکنی و بعدش هم ولش کنی. اینم بذار به حساب حرص من. هرس نمیزنی داداش، ما خودمون سرمون تو حسابه، منتظر اون شرکت کوفتیت را بیافته یه مایتیله مشتی بزنی به جی بعد بری وضعیه رو به بابای بگی. نه خودتی داداش. من خودم هم داداش. فقط بدون اگه به فرض محال بتونی عمو و دینا رو خام چرب زبونت بکنی به جون مامان قسم اون وقتی که پا میذارم رو گلیم تو سیر تا پیاز زندگی تو براشون میرزم رو دایره. برادرمونم سر جاش. حتیری پررویه. میخوای شمشیر رو رو بکشی ها؟ ای کاش انقدر بهت امید داشتم که طرف بتونه یه خورده سر به راهت کنه. امید داشته باش. تریپ ازدواجه، به کوری چشم دشمنم بد جوری خوشبخت میشی. شاهین گفتم به جون مامان. اللهم صل علی حالتون خوبه؟ خودم می آوردمش. بذارم رو میزتون. دینا میدونی چیه؟ به نظرم اون چیزی که داشتم می ساختم یه اتاق بود. یه اتاق یا چیزی با یه ستون. بابا بزرگ میدونین چیه؟ این نایاب بودن برادرتون که ماشاءالله این موبایل هیچ وقت در دسترس نیست یه نمونه منو بدجوری به همه چی مشکوک کرده. من چی دارم میگم تو چی داری میگی؟ خب اول گوش کنیم ببینین من چی دارم میگم. میگم آقا مشکوکم. تو اگه فقط مشکوکی من مطمئنم. مطمئنین؟
اگه مطمئن نبودم که اصرار نداشتم برم جلیله ببینم. این قانون دنیاست. هر کی که به جایی میرسه، یه عده که به جایی نرسیدن دورش میکنن، اونا در نهایت میشن تصمیم گیرنده که چی باید بشه چی نباید بشه. بابا بزرگ قربونتون برم، از این حرفایی که بعضیا میزنن فلانی خودش خوبه دور و بریاش بدن، از اینا نگین. من وقتی میگم مشکوکم به خودت لا اله الا الله. ایشالله که شک ما بیمورده. اینم میرم بذارم رو میز کارتون. اینا چه نماز عبای منو بر بگیر. ایشالله امسال یه جور دیگه بخونینش. با اینکه از کار امروزتون هنوز خیلی دلخورم، اما اشکال نداره برای قرآن خوندن برم اتاق شما. استثناء برای امشب نه. استثناء برای امشب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده کسی را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. واردین به اجبار نیست، راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید. پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت کار دین به اجبار نیست، راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید. پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اشرح لي صدري ويسر لي
انسان. من چی رو میخوام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اولئک اصحاب النار هم فیها. اذهب الی فرعون انه طغی. اذهب الی فرعون انه طغی. اینک به جانب فرعون روانه شد که سخت طغیان. اذهب الی فرعون انه طغی. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. پس موسی عرضه داشت پروردگارا شرح صدرم عطا فرما و کار مرا آسان گردان و عقده زبانم را بگشا. پس موسی عرضه داشت پروردگارا شرح صدرم عطا فرما اینک به جانب فرعون روانه شد که سخت طغیان کرده است. لا اله الا الله.